السلام علیکم دوستان عزیز. ماه شریف رمضان به هر یک شما مبارک باشد. خداوند همه ما و شما را از فیض و برکات و آن ثواب‌هایی که در ماه مبارک وعده کرده است با نصیب گرداند و این روزه‌های ما را و عبادت‌های ما را خداوند مهربان با تمام سهو و خطاهایش و تمام کمبودی‌هایش خداوند درست کرده و درگاهش قبول گرداند. آمین. میخوام به شما تسبیح اول ماه مبارک رمضان را قرائت نمایم. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله، نستغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. یک بار دیگر ماه رمضان به هر یک شما مبارک باشد. خداوند همه ما و شما را در حفظ امانش نگه می‌دارد و در کسب و کارهای ما برار و برکت عطا نماید. آمین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.